محترم افسران سربازان، میدونیتون چی؟ ما همین بعضی قسمای حربی با مثلا وقتی که میبینم خدمت میکنم با ای خدمت میگریزانی خیلی من همین ابلق خیزه جان این دادری من چه مخصوص نزد همین قسمی شما آوردم نزد میگه قسمی نظامی شما آوردم از روی همون حساب نجوم از روی بعضی حساب حسد یعنی با واسطه همین رادیو تلویزیون گفتن قسمی حربی شما با بهترین سربازا خدمت میکنن و زندگیشون نقص خورد و خوراک نقص و خیلی جوانای سرغیرت هم هستن برای همین من پچق آوردم که نزد شما به قول قسم خورد که دیگر خدمت نمیگریزد خدمت بردم موندم یک هفته با گریخت ها یک هفته مجبور بکنم که بگریزی چرا مجبور میکنم این همینجا چی شد اونم کازرما واقعا روی داد من برای همه من امروز دادر مگرستا آوردم که برای چی اینه رنجان که و چی مجبور کرد که خدمت گریزد این خانه برای میدونتون چی گفت این خانه برای گفت که من گفتم چی با گریخته آمدی بچه آخه همین هر شب ساعت 10 شود کماندیر میدوند میگه که راتا ادبای میگه راتا ادبای میگه کماندیر گپا میگه ادبای میگه بعد ما ادبای انا بعد گیستا انا بعد کماندیر میرفت 20 دقیقه پس کی می اومد مینا و یکم روتا زویر یکم روتا من میگه راتا پدیوم زویر میام چی میگه وای من میگه راتا پدیوم من نخزونم زایر کی وای اینم جای یکم روتا نمیجا دم بلا قریب کی زایر اونم جای نگاش نکن با نه این شما نه یا شما نه او شما قطعی نگرزه فقط شما حال ندون بچه خیلی میشوه بعد میگه که راتا پدیام نخزونم میگه انا که توی سرشید زایر میگه چی خیلی توی میشده این من خیلی ما باور نکرد پدر مادرم باور نکرد من باور نکردم من آمدم برای هوای آوردم گفتم کلی گوشم چی خیلی توی میشه وجدان انسانی میگم این شما نپرس من میگه توی سرشید میگه چی خیلی توی میگه توی میگه سرشید یا قسمی نظام توی میشه دیگه قسمی ندید من توی میشه یک سالت شام میکنن یک دگش هر روز بعد یک کسکای اوهانی نیمسی را دستی نمو امیر شد امیتانی حافظه بعد نگه یک سالت چی بشه حافظ میشه حافظ نمید یکی دیگش یک تگش دایره چی خش امیر شد حافظ خش یکی دیگش یک تگش شام شوه یک تگش هر روز تو بکیدم خدایی بعد من رو میگه خیلی وای شه شد وای دامادانه وای دایره چی وای حافظ تو چی داری بگریزی؟ بعد همون زهاری میرم میگه که یک موزه نمیر از منی 54 هم خیلی وازمین یه که من میگه که در سر کت بگی تو کامیرا چی میشه میگه که تو سیانکه میکنی میگه تو از کجا آوردی نکن؟ اگه گویا که تلویزیون باوریستان آوردن یک تگش سرکار کردن میگه که میشه منتش میکنی اصلا میشه وای خدا بعد میگه چونکه سرسید خیلی مشکل میکنه آخر باید بنا حافظ داشته دایره چیده کلین داماد چیده همین 300 گرم موزه مشکل نمیخواه کردن هم وازمینه هم برادر عزیز بعد ما میگه که رنگی نتری کرا نکو و میگه نخیلی هوا بگی شمکه که و جای برومدن اینه حالا بعد بگو که خیلی میشوه حالا که خیلی بلدی میبینه بعد دیده کسی است حسن سیراجو بعد مرا میگه بالا شمکه که میگم آخی من کران نیستم بعد میگه که من بالا کران شای بعد میگه چشما تا پوش شما ما پوشم همین تایم منم که میوارم دو دقیقه هوا ده هم خیلی شوکه میکنم طلو پس میزنم زمین ده انا بعد هم خیلی میشم و خرشاو خیلی مشکل میکنم خیلی کردن برامده فرامدن مشکل میکنم من همه ای دردی بخواه بس هر میشم بعد هم دنبلا میان نگه که اینجا کامرا چی کی بود من نگم من نگه که برچکا کستن توی بیار تماشا کنه انا کشته رو بیاو تماشا کن